تو 2 دقیقه میتونم یه سوهان کجدی خوشمزه رو یادت بدم. بیا تا یادت بدم. پس اول لایک رو بزن، سابسکرایب کن، زنگوله رو فعال کن. یه لیوان شکر، یه قاشق غذاخوری کره، میتونه کره محلی یا کره گیاهی باشه، فرقی نمیکنه. یه قاشق هم آب اضافه میکنیم، میذاریم رو شعله با دمای خیلی کم تا آب بشه. اول همش میزنیم اینا رو با هم دیگه، آب بشه، به این صورت بشه، نکنیم به این صورت حالت رقیق پیدا بکنه، شکرش آب بشه. هر چند ثانیه هم همش میزنیم که نسوزه. بعد از این کار یه لیوان کنجدو میریزیم داخلش، همش میزنیم، یه حالت سفت و انجمادی پیدا میکنه. روی یه سینی که از جنس روی باشه پهنش میکنیم، با گوشکوب میکوبیم، قشنگ صافش میکنیم. سریع انجام بدین چون زود خشک میشه. بعد سریع با گوشکوب میکوبیمش. اینم شده سوهان کنجدی خوشگل و خوشمزمون. اگه بازم از این آموزش‌های سریع میخوای برام بنویس ادامه بده. اینم از سوهان کنجدی خوشگل و خوشمزمون. خیلی راحته، خیلی ترده. پیشنهاد بهتون میدم که حتما ازش درست بکنین. خیلی زود درست میشه.